مبینا خداونده. مبینا جان حال میکنی آوردمت ویلا. مبینا خداونده. مبینا دیگه بین ما همه چیز تموم شده. مبینا برام. دوست پسر مبینا کل زندگیم شده مبینا خداونده. بالاخره آن روز موعود فرا رسید. بابا خسته شدم. کامیونیتی یوتیوب فارسی شده مبینا خداونده. کامنت مستر بیست رو وا می‌کنی زیرش نوشته مبینا خداونده. توی یک سایت‌های خاک برسری من رفتم. حالا اینکه من چرا رفتم البته خودش جای سواله. امروز قراره تو این ویدیو گشایش بشه آن رمزها، گماشته بشه آن مجهول‌ها، بفهمید که کیست آن کس که همه کس دنبالش است. پس خیلی خوش اومدی به من و مبینا خداونده. سابسکرایب که یادت نمیره بی شرف. بالاخره آن روز فرا رسید. سلام. خوبی؟ خیلی ممنونم. خوبی؟ خوبم. معروفتر از منی. چند تا ازت سوال میکنم. جواب بده. بفرما. آخر این ویدیو صورت آن کسی که سالهاست منتظر آن بودید را خواهید دید دوستان. هر کی بزنه جلو به جون مادرم. مبینا جان چرا خیانت کردی؟ هی من خیلی دوستت داشتم ولی خب یه چند باری پیش اومد دیگه. چند باری پیش اومد. با چند نفر بودی؟ راستشو بگم؟ آره 5978 نفری بود. 78 نفر. آره حالا خوبه. بعضیاشون 80 نشده، روند نبوده. آره. آره. تازه بعضیاشون رو سانسور کردم. ای بابا بس دیگه. هنوز دوستم داری؟ آره خب. آره خب. آره خب. ای آدم باشی دوستت. ای بابا خفه شو تو آدم باشی. من آدم بودم. فکر نکن. خفه فقط شو سیاه‌پوست. من چندمین دوست پسرتم؟ حضور ذهن ندارم. حضور ذهن نداری؟ نه. چند گفتی 5000 چقدر؟ 700 خورده ای. بازم یادم رفت. من چندمین نفر بودم؟ تو فکر کنم بین 2000 تا 3000 بود. بین 2000 تا 3000 بودم. آره. آها. آره. چه کی وقت کردی داداش؟ کراشت کیه؟ بگم؟ بگو. پوریا پورسا. پوریا پورسرخ. وای. با کی حاضری کل زندگی تو تنها بمونی؟ آیسان اسلامی چرا؟ خوبه. آره. آره هیکلش. آیسان جان خوبی؟ لامبورگینی داره بله. همه چی. بسه دیگه کافی از زبا. آخه تو دلم قرار بسه باشه کافیه. اگر توی جزیره گیر کنی چیو با خودت میبری؟ چیو یا کیو؟ کیا رو با خودت میبری کلا؟ مجید و آها حسین و حسن و علی و محمد. آفرین. آره. به ترتیبم هست ماشاءالله. من که رفتی؟ نمیام. نه من که نمیام. خب مسلما نه. چرا؟ تو آدم نیستی. بله. چرا انقدر خیانت میکنی؟ خب آدمای متنوع میان. آره. تنوع طلبی کلا. هر کدومشون یه خوبی دارن. مریضیه بله. عجب بدبختی دارم. تا حالا با طرفدارای من بودی؟ آره. وقتی توی 200 تا حساب بودی من با 110 تاشون بودم. برو بیرون. با بابام تو رابطه بودی؟ اون فهمیدی؟ آره فهمیدم دیگه خیلی وقته. بابات لو داد. بابام چطوره؟ اگر 10 نفر میتونستی با خودت ببری کیا رو با خودت میبردی؟ اجازه بده فکر کنم. فکر کن. معارضه گلزار، آه. آیسان اسلامی، مستر بیست. مستر بیست. آره. خب نجم الدین شریعتی. نجم الدین شریعتی؟ نجم الدین. عجب من بدبختی دارم. مهران رجبی هم میخواد. آفرین. تو لیستم بود. مرسی که گفتی. جواد خیابانی هم میخوای ببری حتما. قشنگ داری میزنی تو هدف. آره. با رونالدو هم دوست دارم. رونالدو. من همتون رو گاهی. رونالدو آخه منم دوست من دارم. داره ولی خب گرفتمش. من با این همه آدم بودم یکی منو خفش. نگرفت. با کدوم استانها خاطره داری؟ البرز، تهران، گلستان، مازندران، اصفهان، تبریز، شیراز، یزد. ایرانگردی میکن خب؟ جای مختلف دوست دارم. دیگه چی؟ مشهد. مشهد. فکرش داره دیوونم میکنه یکی دیگه توت میزنه تلمبه. بذارش بگم یه ذره اونورتر کیشم رفت. کیش. آره. کدوم استان بیشتر از همه خوب بود؟ اصفهان. چرا؟ چون توی تک تک 31 پل خاطره دارم. تک تک 31 تا پل. آره. 31 بار یعنی. آره. باشه. هر کدوم هم یه نفر. هر کدوم. اون روز منو پیچوندی کجا رفتی؟ رفتم چه مجید. مجید. اصلا نباشی. حاضری برگشتی به گذشته تو درست کنی؟ گذاشتم درست کنه. آره. مگه خرابه؟ خراب نیست به نظره. رندوم ترین آدمی که باهاش بودی شاهرخ استخری. آره. وای. عجب من بدبختی دارم خیلی خدا خوب. شاهده. یوتیوبر مورد علاقت که حاضری خیلی باهاش بچن. فرهنگ. وای. آخه خدا برسم به دادت کاری سرت میارم اسمت بره عیادت. فوتبالیست مورد علاقت؟ لوکاگو. آها چون فوروارد خوبیه.
نه من بازیش اصلا نگاه نکردم. بازیشو ندیدیم. خواننده خارجی مورد علاقه؟ دریک چون خواننده خوبیه. نه صداشو گوش ندادم. صداشو گوش ندادی. چرا داری گریه میکنی؟ احسان من به تو فرصت دادم. خب باشه یه بار تو بهم دوباره فرصت بده. یه بار دیگه بهت فرصت میدم ولی قول بده دیگه این دفعه بهم خیانت نکن. نه خیانت نمیکنم. بین این 5000 خورده‌ای واقعا تو تک بودی. چیزی شبیه تو نشد. الو. با کجا؟ استخرمه؟ بابا تو عجب گاوی هستی. چی گاوی هستی؟ بود دیگه یه دارم میکنم من. اوه من چه خبر تو کم گذاشتم. ایسان عجب گاوی این ناموسه. عجب بدبختی گیر آوردی. راش ویلا چی شد راستی؟ داری میری؟ ساعتی 2:30. بابا پشمام ریخته وسط ویدیویی. 500 بود اون. بابا تو چی میگی؟ آخه من هیچی برات کم نذاشتم. خب به خدا قسم من آبروم رفته تو این کامیتی یوتیوب. خسته شدم. یه لحظه. باباته. بابامه. الو. سلام حاجی چطوری؟ جان خب فردا که میکنم میام. بابا من فرستاد چیز برم از خونه امروز راستی. سلام برسون. بگو آره سلام برسون حتما. باشه کار نداری فردا صبح که میکنم. فردا صبح چی رو میکنی؟ حاجی جون برای امشب بذار کم دارم. 20 تومن میتونی واسم کار 20 میلیون از بدو تولدم 20 میلیون از دی ولا کرده. حاجی 50 کن. بده من 50 میلیون بده من. تو رو خدا بده. کار نداری؟ الو بابا جان به خدا قسم. تازه احسانم بهم پول نداده. پول احسانم بسام بس. بابا چرا داری گریه می‌کنی؟ احسان میشه گریه نکنی. باشه الان زنگ می‌زنم آخرین نفر کات چیزی می‌کنم باهاش. کات می‌کنی؟ آره. کات زدی زنگ می‌زنم کات یه لحظه به خدا خسته شدم. پیداش کنم. به خدا بریدم. بابا کات کن دیگه. اشکال نداره. به خدا قسم منم دل دارم خدا شاهده من دیگه نمیکشم. آخه ببین یه موضوعی هست من میگم که یه موضوعی هست. الو. من بساطی بودم. احسان خب باشه میخوای مخاطبینت ببینن منو؟ ببینن خب باشه ولی تو قسمت بعد. نامرد تازه احساسات من سوء استفاده کردی و به من ظلم کردی. به خدا آروم باشید همه چی درست میشه ان شاءالله قسمت بعد. باشه برو گم شو بیرون آبروم رو بردی تو یوتیوب. خداحافظ. خداحافظ.